توی ماشین نشستم دارم رانندگی میکنم با سرعت مثلا مطمئنه 80 کیلومتر بر ساعت، سرم تو گوشی، حواسم نیست، یهو میخورم به یه مانعی، سرعت ماشین 80، سرعت منم 80، سرعت کله منم 80. وقتی یهو میرم میخورم به یه مانع، یهو سرعت صفر میشه، سرعت ماشین صفر میشه، سرعت من صفر میشه، سرعت کله من حتی چون لختی داره بخواد به سمت جلو حرکت بکنه، سر من میره یهو میخوره تو فرمون، سرعت 80 یهو میشه صفر. در کسری از زمان، در مثلا 1/100 ثانیه، این دلتا تی خیلی کمه وقتی که سر من با یه جایی داره برخورد میکنه، در 1/100 ثانیه تغییر تکانه جسم من یه تغییر تکانه منفی میشه دیگه، چون تکانه اولیه داشتم، سرم مثلا 6، معمولا جرم سر انسان 6 7 8 کیلو تقریبا، سر من یه جرمی داره، یه سرعتی هم داشته، رفته خورد فرمون ماشین، یهو سرعت صفر شده، یعنی تکانه ثانویه هم صفر شده. پس در کسری از زمان یک افنت خیلی زیادی به سر من داره وارد میشه و این میتونه باعث مرگ بشه، باعث شکستن جمجمه بشه. خودروسازا اومدن گفتن که آقا ما که نمیتونیم رو جرم سر یا رو تاثیر بذاریم که آقا تو مثلا برو سرتو کوچیک‌تر کن که کمتر آسیب ببینی. نمیتونم که رو سرعتم تاثیر بزنم، بگم مثلا با سرعت هر کی با سرعت بیشتر از 80 تا بره خره و 80 تا بیشتر ندی. گفتن رو اون تاثیر نمیتونم بذارم. رو تصادف نمیتونم این تاثیر بذارم که بگم مثلا تصادف نکن اینجا، یا بیا مثلا ایران خودو بگم با زاویه مناسب یا تصادف بکن. گفت اینا دست ما نیست. پس اینا تعیین کننده نیست. میتونم این کار بکنم. حداقل مدت زمان تأثیر نیرو رو زیاد بکنم. یعنی اگر که بادکنکی نباشه یا ایربگی اگر نباشه، وقتی که ماشین یهو وای میسته سر من میاد، در 1/100 ثانیه میخوره تو فرمون رو برمیگرده، تو 1/100 ثانیه یهو سرعت سر من کم میشه، یه فرنت خیلی زیاد وارد میشه چون دلتا تی خیلی کمه. ولی اگر چیزی مثل ایربگ باشه جلوم باز بشه، سر من میاد میخوره تو ایربگ، ناکن میره تو و برمیگرده. این مدت زمان تأثیر نیرو داره بیشتر میشه و اگر مخرج این کسر بزرگتر بشه و دلتا تی بیشتر بشه، افنت کم میشه، پس نیروی خالص کمتری به سر من وارد میشه.